سلام دوستان، مشتری از من خواست که براش یه نیت عاطفی رو بررسی بکنم که ببینم طرف بهش احساس داره، سمتش برمیگرده یا نه و من اومدم امروز با شما اینو بررسی کنم. با من همراه باش اگه تارو تو دوست داری. خب اول اینکه در مورد زندگی شخصی خودش اینجوریه که انگار آدمه خیلی رمانتیکیه و خیلی دوست داره مثلا رابطه عاطفی خوبی داشته باشه. و چیزی که من دارم میبینم اینه که آسیب دیده از حالا یه نفر شخصی تو زندگیش بوده و اینا، یه کمی از این قضیه ترس داره. یعنی کلا یه آدمیه که تو مسائل عاطفی الان یه جوری دست به عصا شده و نمیخواد که بیگدار به آب بزنه، دوباره آسیب ببینه و اینا. و این آسیبش ممکنه که مالی هم بوده باشه، یعنی توی رابطش با اون خانوم پول هم از دست داده. برای همین هم یه جورایی ترس اینو داره که دوباره یه نفر نیاد تو زندگیش که بخواد گولش بزنه و اینکه احساسش آسیب نبینه. این دوتا مورد رو ته ذهنش همیشه داره، برای همین یه ذره آروم آروم قدم برمیداره هرچند آدم رمانتیکی باشه. و اینکه داره به زندگی مشترک و ازدواج و زندگی تشکیل بده و اینا، مثلا با یه نفر زندگی بکنه هم فکر میکنه و این نکته خیلی خوبیه در موردش. ولی این که بگم بهت جذب شده باشه، جذب شده، از نظرش خیلی کیوت و بانمکی و دوست داره بیشتر باهات صحبت بکنه. حالا مثلا شرایطش پیش میاد که انگار حتی رابطتون یه جورایی به شوخی کردن با همدیگه و سر به سر همدیگه گذاشتن هم میرسه. دوباره توی مهمونی دیگه احتمالاً میبینیش، یه جای مشترکی با هم دعوت میشین، بیشتر بهت توجه میکنه اونجا، سعی میکنه کاری که از دستش برمیاد و بهش سپردی رو برات انجام بده. انگار مثلا سعی میکنه یه جوری قدرتش رو نشون بده بهت، بگه من توانایی های زیادی دارم، من مسئولم، من مدیرم، من فلانم و میخواد که کمکت بکنه و تو چشمت بدرخشه، چون اون توجه رو متقابلا بهت پیدا کرده، از سمتش خبر داری. احتمال اینکه رابطتون عاطفی بشه خیلی زیاده، ولی خب این آدم میگم یه سری ترسا داره و میترسه که شکست بخوره دوباره یا مثلا نارو بخوره. تو باید با سیاست خودت یه جوری با این دوست بشی و دوستانه رفتار بکنی و ببینه که تو یه آدم خیلی قابل اعتمادی هستی، قرار نیست تجربه قبلی براش پیش بیاد و دختری هستی که ببین از اینکه مستقلی رو پای خودت ایستادی، شغل خودتو داری زحمت میکشی، تلاش میکنی، خیلی خوشش میاد و با گذشته تلخ خودش تو یه جورایی مثل نور به اون تلخی، به اون سختی ها میتابی و باعث تسکین و آرامشش میشی. انگار مثلا کنار تو باشه یا با تو حرف میزنه فول انرژی میشه، انگار مثلا سر حال میاد و بازم داره نشون میده که خیلی دوست داره یه کاری برات انجام بده، بتونه مثلا یه گرهی رو باز بکنه، یه چیزی بهش بسپاری که انجام بده و بهش افتخار بکنی. از این کلمه خیلی خوشحال میشه که مثلا تو بهش بگی که مثلا این کار فقط تو میتونستی انجام بدی و من بهت افتخار میکنم، یا مثلا چه میدونم فلان موقعیت رو فقط افراد باهوش میتونن به دست بیارن و من به تو افتخار میکنم. یه همچین چیزی رو خیلی دوست داره بشنوه، چون که توی گذشتش خیلی تحقیر شده از جانب یه خانوم. برای همین دوست داره اون مردانگی که داره، اون مثلا جنمی که داره دیده بشه و تو میتونی اینجوری با این روشا وارد بشی، بری جلو. تاروت داره بهت توصیه میکنه که اعتمادش رو نیاز داری به دست بیاری بدون اینکه وارد رابطه عاطفی شده باشین. یعنی مثلا ببینه که تو یه آدم امنی هستی، کنار تو آرومه، رفته رفته اینو حس بکنه که با تو میشه خوشگذرون، با تو میشه خوشحال باشه، کنار تو میتونه خودش باشه و این رابطه میتونه در این صورت به رابطه عاطفی برسه، چون که جرقه خورده و خوشش اومده. آره هنوز با هم ارتباطه رو دارین، هرچند راهش دوره، مثلا از هم دیگه دور هستین، ولی میاد دوباره. انگار مثلا یه بار دیگه بخواد بیاد ایتالیا سمتت، یا مثلا یه جوری بشه یه جای دیگه هم دیگر ببینین، تماس تصویری باشه، خلاصه ارتباط حفظ میشه و همه چیز به تو بستگی داره که چجوری این دوستیه رو شکل بدی.